پلیس شهر دوشنبه خبر داد که از اول ماه نوامبر تنها گروه کاری شعبه وزارت کارهای داخلی دوی نویه شومنصور 6 حالت بیرون از حسابکنک برقی استفاده بردن نیروی برق در منزل‌های استقامتی را آشکار کرده نسبت به گناهکاران چاره‌های قانونی اندیشیدند. چنانچه شهروند پرویز خالمراد سال تولدش 1990 استقامت کننده شهر دوشنبه در منزل ساختمانش ناتمام خود در دوام 4 ماه به حساب کنک نیروی برق را به منفعت خود استفاده نموده زیاده از 3000 کیلووات ضرر رسانیده است گفته می شود در اطلاعیه. بنا به این منبع اینچنین شهروند اسلام و فاطمه سال تولدش 1962 استقامت کننده محله خاوران منطقه 14 مدت 3 ماه ناقل‌های برقی را بیرون از حساب کنک نصب نموده قوه برق را به منفعت خود استفاده کرده است. وابسته به این حالت‌ها نسبت به همه برق دزدان طبق ماده 382 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده آنها را جریمه بستند. در خبر درباره مبلغ جریمه چیزی گفته نشده است ولی ماده 382 برای رعایت نکردن قاعده‌های استفاده قوه برق و گرمی از جمله برای خودسرانه پیوست شدن به شبکه‌های برق و بدون قرارداد استفاده بردن قوه برق و گرمی همچون جزا برای شهروندان عادی جریمه را به اندازه از 3 تا 5 به شخصان منصبدار از 15 تا 20 و به شخصان حقوقی مؤسسه ها و کارخانه ها از 100 تا 200 نشان دهنده برای حساب ها را پیش بینی میکند. یادآور میشویم یک نشان دهنده برای حساب ها فعلا در تاجیکستان 60 سومونی یعنی چیز بیشتر از 5 دلار است. مجازات 6 ساکن دوشنبه برای استفاده غیر قانونی نیروی برق در حال است که اینک قریب 2 ماه باز تاجیکستان به کمبودی شدید برق روبرو شده است و نیروی برق به اکثر مناطق کشور و حتی در برخی قسمت‌های پایتختش شهر دوشنبه همگی چند ساعت در شبانه روز داده می شود.